به همراه مربیان حرفه‌ای که تو ایران حرف اول رو میزنن و تو خاورمیانه هم همینطور. اگه دوست دارید براشون این دست خوشگل بزنید. متشکرم. عکسانی که میخوان افتخار بدن با دستای 5 ثانیه همه دستا بالا لطفا و یه تیر بلند میچسبه. حالا ماشاءالله یک بار دیگه برسید. و اما اولین حرکت رو مانلی همونی که بچه دار شده براتون انجام میده. نگاه دستا دوباره سوتی جیدی اما بازی بعدی چیه؟ دوستان دلفین اسکار حرکتی رو آغاز میکنه. اگه درست انجام داد از اون چیزهای بلند باشه نگاه کنید خیلی سخته. حالا نگاه حالا زنده باشید. ممنونم. چقدر پرتاب قشنگی هم ماشاءالله. اما این چقدر باحوله، چقدر دوستش داریم، واقعا لذت میبره. مانلی عزیزمون با دربازبانی در خدمت شماست. ببینیم پنالتی اول رو میتونه بگیره. امتحان میکنه. آماده دوستان؟ اگه گرفت جیغای بلند رو داشته باشیم قشنگه. مرسی. پنالتی اول میگیره. یک بار دیگه چه میکنه؟ نگاه گل. یک مساوی دوستان. پنالتی سوم حساسه. نگاه کنید. حالا گرفت. 2-1 به دلفین. گوش مانلی رو امتحان میکنیم بین توپ بزرگ و کوچیک. ببینیم چه خواهد شد. عجب دنیایی داریم ما. میبینید اول سراغ توپ کوچیک. جان نگاه کنید اینجا. حالا دستا میاد بالا لطفا. ماشاءالله. سوتی چیزی برای این دلفین ها. ماشاءالله. چرخشی خوشگل داره انجام میده. خیلی منظمه. اگه تشویق داره تشویقش داره. مرسی. این دلفین هنرمند میخواد با حرکت خیلی سخت از داخل این حلقه ها و بعد از اون از داخل این حلقه ها میخواد رد شه. عکسانی که میخوام باز افتخار بدم 5 ثانیه دیگه دستا بیاد بالا لطفا. بالا و حالا بار دیگه اونایی که موافقن یه بار دیگه این صحنه رو ببینن دستا بالا ببینیم چند نفر. خوبه. عالی شد. نگاه کنید. 3 ماشاءالله. 2 و این هم شماره 1. شروع میکنیم دوستان. جیغای بلند شما. عزیزان واقعا که لذت بخشه ها. نه آدم تعجب میکنه. آیا این دلفین میتونه ماشاءالله به شما که اینقدر خوشگل تشریف میکنه. با بازی بسکتبال هم در خدمتتون باشه.